سلام، بیاین امروز بهتون بگم امروز تو کلیساهای ارمنستان چه خبره. امروز یک شنبه است، جشن زاخاجور اینجا معروفه و داره برگزار میشه توی کلیساها که به انگلیسی اسمش میشه پالم ساندی. در واقع یک شنبه‌ایه که حضرت مسیح وارد اورشلیم میشه و مردم با درخچه‌های نخل و بید ازش استقبال میکنن. الان چون درخت نخل توی ارمنستان نیست، مردم از شاخه‌های بید، سبزه‌ها، انواع گلا برای ورود به کلیسا استفاده میکنن که دور سرشون میذارن، با اون وارد کلیسا میشن، نیایش میکنن و در نهایت هم به عنوان نمادی از خیر و برکت به خونه هاشون میبرن. در واقع امروز آغاز هفته عید پاکه. حالا اگه دوست داری بدونی عید پاک چه روزیه و چه آیینی دارن، زنگوله رو فشار بده، کانال رو سابسکرایب کن تا تو هفته آینده ویدیوهاشو تهیه کنم و در موردش بهتون اطلاعات بدم.